سلام رفقا، مجتبی هستم از پیج دنیای ماهیگیری. رفقا امروز روز تعطیلی، داداشم اینا صبح به من زنگ زدن، من از خواب بیدار کردن که بیبریم ماهیگیری. این ماهیگیری که ما میخوایم بریم ماهیگیری آموزشی نیست، تفریحیه. میریم با هم دیگه حالشو ببریم. جای دوستان خالی. ادامه میدیم، دوست داریم شما هم دنبالمون کنیم. رسیدیم به برم 1. جای دوستان خالی. برم 1 رو گرفتن تا بریم میبینیم برم 2 وضعیت چجوره. دوستان رسیدیم برم 2. این هم برم 2. جای همگی خالی. میریم که کمپینگمون رو راه بندازیم و ببینیم چی میشه. همراهیمون کنیم. رفقای عزیز سرهم کردیم، حالا بریم برای پرتاب ببینیم چی بشه. دنبالم کنید. خوب رفت. رفقای گلم، الان یک از بچهای محیط زیست اومد اینجا، گفت شیلاد اومده ماهی‌ها رو جمع کرده. از صبح تا حالا الکی تومه مینداختیم و متاسفانه نتونستیم چیز صید کنیم چون هیچ ماهی توی آب وجود نداره. انشالله جای دیگه، مکان دیگه، لوکیشن دیگه میریم و عشق حال با هم میکنیم. خوشحال میشم سابمون کنین،
زنگوله آلو بزنید و کامنت بذارید، لایک کنید، با هم دیگه بریم جلو. یا علی.